به نام خدا سلام. اومدیم با یه ویدیو دیگه، اولین ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. آموزش گرفتن 117 رایگان، همین الان خودم گرفتم. میخوام سریع هم شما بگیریدش. نگاه میکنید. شما اول باید برید توی این قسمت، تو بخشی که نگاه کنید علامت زدم. شما وقتی رفتید اونجا میاد توی این بخش و شما الان باید برید توی اینجا، برید توی این بخش که براتون علامت زدم. شما اینو میزنید، همینه که زدید وارد این بخش میشید که بخش رأیگیری سالگرده. شما باید اینجا رأی بدید. در واقع میشه گفت بیشتر به 117 رأی بدید. به 117 شما بزنید روی 117 میاد. بعد تو همین قسمتی که شما میبینید تو بخش اینجا من رأی دادم البته شما میتونید یا اینو بزنید یا اینو بزنید، در واقع رأی بدید هر کدوم که خواستید رأی بدید. و اینجا میتونید اگه رأی گیریتون درست انجام شده باشه اینجا به مدت یه دونه این جوایز میگیرید و به مدت یه روز اینو میگیرید، 117 میگیرید به مدت یه روز. و این قسمت هم شما اون گانی که میخواد حتما برنده بشه، از نظر شما برنده میشه رو انتخاب بکنید. جایزش هم که معلومه که چیه، جایزش هم که مشخص شده، جایزش هم اینه. جایزش هم نگاه میکنید، اینه جایزش. مرسی از ویدیویی که دیدید. آموزش تموم شد. فالو و لایک فراموش نشه. برای بچه خدا نگهدار.